رسوب زدایی مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور. رسوب زدایی مبدل ثانویه پکیج جزو اولین و مهمترین آموزش‌هایی است که یک تعمیرکار باید به بهترین شکل یاد بگیرد. ما در این مقاله به صورت مفصل نحوه رسوب زدایی پکیج ایران رادیاتور و همچنین رسوب زدایی تصویری پکیج ایران رادیاتور را آموزش خواهیم داد. علائم رسوب داشتن مبدل پکیج: سرد و گرم شدن آب مصرفی، سر و صدای پکیج، گرم نشدن آب مصرفی، چشمک زدن چراغ‌های 70 و گاهن 40، 70 و 80. آموزش اسیدچویی مبدل پکیج. برای انجام اسیدچویی مبدل پکیج دیواری یا به اصطلاح جرمگیری مبدل ثانویه به وسایل زیر احتیاج دارید: آلن دست بلند نمره 4، پیچ گوشتی 4 سو، فازمتر، دیسکلر یا اسید 33%، اورینگ مبدل ثانویه 4 عدد در 2 اندازه جدید و قدیم یا کوچک و بزرگ، سطل پلاستیکی به اندازه‌ای که پمپ کولر داخلش جا بشه، پمپ آب کولر، شیلنگ 1 متری 2 عدد، سرشیلنگی 1 و 2 تو رزوه 2 عدد، کیت شستشوی مبدل ثانویه 2 عدد، بسته شیلنگ 3 عدد، ماسک و عینک و دستکش جهت ایمنی در کار. من شستشوی مبدل ثانویه پکیج را به صورتی گام به گام جوری توضیح میدم که درکش برای هر فردی با هر دانشی قابل درک باشه و سعی کردم طوری بیان کنم که اگر برای اولین بار هم خواستید اقدام به شستشوی مبدل کنید از این راهنما بتونید استفاده کنید. و همچنین برای علاقه‌مندان روش شستشوی مبدل ثانویه با پمپ کولر را نیز توضیح خواهم داد. لازمه بدونید اگر شما تعمیرکار هستید و معمولا بیش از یک بار جرمگیری مبدل انجام میدهید، حتما یک پمپ کولر تهیه کنید و شستشوی مبدل را با پمپ انجام دهید. چون شستشوی مبدل با پمپ مزیت بیشتری دارد نسبت به شستشوی بدون پمپ و قاعدتاً جرم زدایی بیشتری از مبدل دارد. رسوب زدایی مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور. جرمگیری مبدل ثانویه بدون استفاده از پمپ کولر. قبل از هر کاری جهت ایمنی هرچه بیشتر از دستکش و عینک و ماسک استفاده کنید. ابتدا کلیه شیرهایی که زیر پکیج قرار دارند را کامل ببندید. به طور معمول 3 عدد شیر زیر پکیج هست، 1 ورودی آب سرد و 2 تا رفت و برگشت شوفاژ ها. شیر پرکن پکیج را به سمت چپ چرخانده و کامل باز کنید. 1 شیر آب گرم، ترجیحاً شیری که در پایین‌ترین نقطه قرار دارد را باز کنید. شیر آب گرم شیلنگ توالت را باز کرده و شیلنگ آن را روی زمین بذارید. با پیچ گوشتی 4 سو پیچ‌های کاور پکیج را باز کنید و کاور را بردارید. پنل برد پکیج را بخوابانید. دقت کنید عقربه بار روی 0 باشد و بعد اقدام به باز کردن مبدل نمایید. قسمت کوتاه آچار آلن را روی پیچ مبدل که پشت پمپ قرار گرفته است بذارید و سعی کنید نیم دور بچرخانید تا شل شود. سپس با فازمتر ادامه آن را باز کنید. پیچ دوم را نیز با قسمت بلند آلن تا انتها باز کنید و با دست دیگر مبدل ثانویه را از پشت بگیرید. پس از اینکه مبدل ثانویه را بیرون آوردید، آب داخل آن را با تکان دادن خارج کنید. بهتر مبدل و وسایل را به مکانی ببرید که دارای شیلنگ آب باشد، مثل دستشویی یا حمام. مبدل را داخل سطح پلاستیکی بذارید و از یک سمت اقدام به ریختن دیسکلر داخل سوراخ‌های آن کنید. پس از گذشت 10 دقیقه با فشار آب رسوبات و اسید را خالی کنید. مجددا دیسکلر داخل مبدل بریزید و پس از چند دقیقه این بار با استفاده از چکش یا آچار چندین ضربه محکم به مبدل ثانویه بزنید تا رسوبات چسبیده به داخل کنده شود. مراقب جای پیچ‌های مبدل و همچنین اطراف سوراخ‌های مبدل باشید که ضربه نخورد. با فشار آب دوباره رسوبات را خالی کنید و باز هم با چندین ضربه محکم در اطراف مبدل و فشار متناوب آب تمام رسوبات را خالی نمایید. خب تا اینجای کار شستشوی مبدل تمام است، مگر اینکه احساس کنید هنوز رسوبات به طور کامل تخلیه نشده که در این صورت به این روش عمل کنید. مبدل ثانویه را روی شعله بلند اجاق گاز گذاشته و تا زمانی که کاملا سرخ شود بذارید بمونه. بعد آن را روی زمین گذاشته و چندین ضربه به اطراف مبدل وارد کنید و با فشار آب برای آخرین بار اقدام به شستشو و جرم زدایی مبدل نمایید. اورینگ های مبدل را از روی پکیج بردارید و با اورینگ نو جایگزین کنید. برای اینکه اورینگ ها حین بستن مبدل به خوبی بسته شوند، از گریس استفاده کنید. مبدل را سر جایش قرار بدهید و دقت کنید شیارهای روی مبدل در جهت چپ قرار بگیرد. شستشوی مبدل ثانویه به وسیله پمپ کولر. بعد از باز کردن مبدل و بستن کیت شستشوی مبدل، 2 تا سرشیلنگ 1 و 2 را روی کیت ببندید و 2 عدد شیلنگ 1 متری را به سرشیلنگی توسط بست محکم کنید و یکی از شیلنگ ها را داخل ظرف پلاستیکی گذاشته و شیلنگ دیگر را به خروجی پمپ کولر با بست ببندید و پمپ کولر را داخل ظرف پلاستیکی گذاشته و اقدام به ریختن دیسکلر داخل ظرف کنید.
دیسکلت را تقریبا تا نصف ارتفاع پمپ بریزید. خب تمام هست. همینطور که شیلنگ و پمپ را با دست نگه داشتید، از فرد دیگری بخواهید سیم‌های پمپ را به برق بزند. در این حالت پمپ شروع به شستشوی مبدل می‌کند و بعد از 15 دقیقه دیگه مبدل کاملا تمیز شده است. البته پیشنهاد می‌کنم هر 5 دقیقه 1 دقیقه پمپ را خاموش کنید که اسید فرصت بیشتری برای جرم‌زدایی داشته باشد. همونطور که فهمیدید، شستشوی مبدل ثانویه با پمپ کولر علاوه بر صرف زمان و زحمت کمتر، جرم‌زدایی فوق‌العاده بهتری به همراه دارد. راهکارهای پیشگیری از رسوب گرفتن مبدل ثانویه پس از جرمگیری: تزریق محلول ضد رسوب به داخل رادیاتورها، نصب فیلتر پلی مگنت یا فیلتر پلی فسفات به علاوه رسوب زدای مغناطیسی، نصب صافی برنجی برگشت، توصیه اکید به مشتری جهت استفاده از پکیج در دمای زیر 60 درجه، تزریق محلول ضد رسوب به سیستم. با انجام مراحل فوق پس از شستشوی مبدل، زمان رسوب گیری مجدد 10 برابر خواهد شد.